سلام، من هماینه خیری هستم. به نبض زمین خوش آمدید. سه سال پیش یک پژوهشگر زلزله شناسی با من تماس گرفت و گفت آثاری از یک ابردریاچه باستانی در شهر ری جنوب تهران پیدا کرده. 3 سال با ایشون مکاتبات اینترنتی درباره موضوع داشتیم و حرف زدیم و امروز این پژوهشگر مهمان من در نبض زمینه، کسی که 17 سال گذشته رو روی موضوع ابردریاچه شهر ری تحقیق کرده. مهندس هادی جراحی، زمینشناس و زلزله شناس. خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. مهندس جراحی، خوب اول بپرسم این دریاچه باستانی اصلا چطور کشف شد؟ اصلا اولین شواهد وجود این دریاچه توسط چه کسانی مطرح شده؟ خواهش میکنم. ببینید دکتر، تا قبل از انقلاب محققین خیلی زیادی روی این دریاچه کار کردن و ازش صحبت کردن. مشهورترینش هم کرینسلیه که به قولی با استفاده از امکاناتی که اون زمان داشت، هلیکوپترهایی که در اختیارش بود، تمام کویرهای ایران رو نمونه برداری کرد، بررسی کرد و کتاب کویرهای ایران رو انتشارات سازمان جغرافی ارتش منتشر کرد. اونجا سواحلی از این دریاچه رو تو کویرهای مختلف پیشنهاد داد که اینا ساحل دریاچه باستانی هستند و بعد از انقلاب خب این عملاً از اولویت خارج شد و یه جورایی به دست فراموشی سپرده شد تا زمانی که دکتر حمید نظری توی جنوب ری به قصد شناسایی گسل‌های سه‌گانه منطقه به نام گسل شمال ری جنوب ری کهریزک شروع کرد مطالعات پالئوسیزمولوژی انجام دادن و سال 2010 تو نشریه ترانووا نتایج اون رو منتشر کرد و اعلام کرد که اینها پرتگاه مورفولوژیکی هستند. به دعوت ایشون بنده قرار شد که همکاری توی بحث کارشناسی ارشد داشته باشیم که حالا این قضیه از نظر قوانین دانشگاهی محقق نشد و تبدیل به یک دغدغه شخصی شد برای بنده. در واقع این منع شدن از جانب دانشگاه باعث شد که من شخصا به قولی دنبال این قضیه رو بگیرم و ترازهایی از این دریاچه رو بیام پیدا بکنم و در نهایت به دریاچه اصلی ما برسیم. دلیل این که حالا کلمه ری رو ما براش انتخاب کردیم، ابردریاچه باستانی ری، همینه که اولین بار ساحل این دریاچه توی منطقه ری پیدا شد به واسطه دکتر نظری عزیز که اونجا اشاره کردن که اینجا چیزی به نام گسل وجود نداره و اینها پرتگاه ساحل یک دریاچه باستانی هستند. البته ریبن سال 1955 هم توی همون منطقه ری اعلام کرده بود که ما اینجا گسلی نداریم و اینها بقایای یک دریاچه باستانی هستن. محققا زیادن توی این قضیه کار کرده باشن، ولی در نهایت سال 2021 بنده به عنوان یک دریاچه یک پارچه اومدم این رو مطرح کردم و مقالش توی نشریه اوپن کواترنری توی امریکا منتشر شد. در مقاله‌ای که خانم دنیا نامدار و آقایان هادی جراحی و غلامرضا مقامی مقیم در بهمن ماه 1403 به 17مین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران ارائه کردند، آمده در دوره کواترنری، یعنی از 2.5 میلیون سال پیش تا امروز، در ارزهای جغرافیایی میانی زمین دریاچه‌های متعددی بر اثر ذوب یخچال‌ها تشکیل شده که ابردریاچه باستانی ری بزرگترین اونها محسوب میشه. آقای مهندس جراحی، وسعت این ابردریاچه چقدره؟ اگه سواحل و سازه‌های باستانی داره، اونا کجا هستن؟ این دریاچه اول اینکه تو اواخر دوره پلیستوسن شروع به آبگیری کرده و ابتدای دوره هولوسن موقعیتی به نام یانگردریاس هستش که چه پیک آبگیریشه. چیزی بین 12400 تا 11600 سال پیش توی اوج آبگیری خودشه و اونجا تراز آبش حدود 1000 متره. ما این پیک آبگیری رو اگر بیایم تراز 1000 متر 1010 متر رو در نظر بگیریم، شهرهای مختلفی مثل راگای ری، مثل سیلک کاشان، مثل ساوه که خیلی مشهور بوده دریاش توی تاریخ خیلی بهش اشاره شده، یا مثل رشم در جنوب دامغان و به سمت شرق اگر بریم میره عرضم به خدمت شما تا شهر سوخته و مرزهای از افغانستان رو طی میکنه، از این ور میاد تا میبود بید اغدا، اردکان و از اون ورم تا سیرجان و نهایتاً بم رو در بر میگیره. حالا با توجه به دیتاهایی که ما داریم و اطلاعاتی که به دست اومده، سازهای خیلی
زیادی از این دریاچه پیدا شده، چیزهای شبیه به فانوس‌های دریایی امروزی که در گذشته اینها به نام میل شناخته می‌شدن، میل یا برج آتش. قبلا تصور این بود که این میل‌ها صرفاً راهنمای کاروان‌ها هستن و قراره که مسیر کاروان‌ها رو مشخص کنن، ولی وقتی ترازی که این میل‌ها روش بنا شده و موقعیت استراتژیکی که دارن رو مدل می‌کنیم و برد آتش رو هم بهش اضافه می‌کنیم به همراه توپوگرافی، یک نقشه نویگیشن بسیار باستانی پیدا میشه که کاملا مهندسی شده هست و برای هدایت کشتی‌ها اومدن از این استفاده کردن. خب ما اطلاعات زیادی توی متون تاریخی دست کم وجود داره که در مورد بندر بودن شهرهایی مثل ساوه خصوصا صحبت میکنه و همینطور تو منطقه ری. این حالا اطلاعات کلی هست که در مورد سطح تراز جواب میگه، ولی وسعت دریاچه چیزی که برآورد کردیم حدوداً 1.7 برابر دریای خزر و یه جورایی میتونستن با مسیر کشتیرانی از ری تا قندهار افغانستان و از اونجا تا شهر سوخته رو پیمایش بکنن. با توجه به اینکه حالا دریای خزر الان بزرگترین دریاچه است، وقتی مقیاس رو بسنجیم میبینیم که عملاً این دریاچه بزرگترین دریاچه باستانی تاریخ بشره که الان دیگه فقط ردی که از این دریاچه باقی مونده تنها اسکارپای ساحل دریاچه هستن که تو تصاویر ماهواره‌ای به صورت نوارهای سفید موازی با خطوط توپوگرافی دیده میشن. خب به این ترتیبی که شما میگید باید نشانه‌هایی از این دریاچه در تاریخ هم وجود داشته باشه. آیا چنین نشانه‌هایی به دست آمده؟ بله. ببینید خب این نیاز به این داره که ما بیایم کل تاریخ این راه رو مطالعه کنیم. چیزی هولوش 140,000 صفحه کتاب تاریخ ایران، حالا شامل سفرنامه‌ها، تاریخ شهرها، خاطرات و تمام اینا مطالعه شده و یه چیز هولوش 22 تا کتاب پیدا شد که سال 2023 من مقاله اون رو توی امریکا چاپ کردم و در واقع پیشینه تاریخی ابردریاچه باستانی ری در متون کهن تاریخی ایرانه. ما جدیدترین رفرنسی که داریم رفرنس تاریخی که البته نیاز به سنجش دقیق‌تر هم داره، ولی مربوط به منطقه شمال یزد و از یزدگرد دوم یاد میکنه که میگه 3 سردار داشت، میبودار بیدار اغدار دستور داد 3 ده بنا کنن. میبود بیده اغدا بنا شد و برای آن 3 بندرگاهی بود به نام بارگین که امروز به نام بارجین شناخته میشه و این بندرگاه بر لب دریاچه ساوه قرار داشت که تراز همون تراز 1000 متر، یا در جای دیگه گفته میشه به جندق رسیدیم، درب قلعه ویران شده بود، از الوار کشتی که بر گل نشسته بود برای مرمت درب استفاده شد که عده‌ای که حالا کم هم نیستن تصورشون اینه که این همون کشتی نوح بوده. حتی یکی از لوکیشن هایی که حالا دنبالش میگرده اینا شواهد تاریخی، یا حالا همه ما شنیدیم که با تولد پیامبر 3 تا اتفاق میفته که یکی از اون اتفاقها خشک شدن دریاچه مشهور ساوه هستش. اینها تاریخاشون تقریبا میرسه به 1500 تا 1600 سال قبل و خب صد البته اگه 1600 سال قبل تراز هنوز روی 1000 متر بوده باشه، یعنی از 12000 سال تا 1600 سال، بنابراین خشک شدن الباقی این توی این بازه زمانی به صورت تدریجی خواهد بود و به یک باره نمیتونه از بین بره. در واقع سرنوشتی که درگیر این ابردریاچه شده چیزی شبیه به دریاچه ارومیه است یا تالاب جازموریان یا تالاب گاوخونی. همه اینها یک سرنوشت واحد رو دارن دنبال میکنن و تغییرات اقلیمی تونسته تمام این دریاچه ها رو از بین ببره. مهندس جراحی، من در بعضی از مقالاتی که خوندم میگن که در جنوب تهران گسل وجود داره، ولی اگر جایی که شما اشاره میکنید آثار ساحل یک دریاچه پیدا کرده باشید، پس به طور همزمان نمیتونه گسل هم وجود داشته باشه. واقعا کدوم درسته بقیده شما؟ ببینید بحث اینجاست که تهران اولا چند تا گسل داره. گسل مشهور تهران، حالا گسل شمال تهران بزرگترین و خطرناکترینش هست، گسل موشا که حالا رقابت داره از نظر خطر با گسل شمال تهران، گسل فیروزکوه، گسل طالقانه و گسل پیشوا. اینا گسل‌های اصلی تهرانن. اما در جنوب تهران پروفسور مانوئل بربریان اومدن و چندین گسل رو معرفی کردن به نام گسل شمال ری، جنوب ری، کهریزک و جنوب شرق تهران گسل اشتهار. اینها به قول بعد از معرفی عملاً هیچ مطالعه دقیق پالئوسیزمولوژیکی یا مطالعه ژئوفیزیکی یا ژئوراداری بر روی اینها انجام نشد
و صرف این که خب پروفسور یکی از بزرگترین مراجع زمین شناسی هستن و قابل اعتبار بسیار بالایی دارن و روی صحبت ایشون ادامه مطالعات پیش رفت تا جایی که حتی گزارش سال 2000 جایکا که توسط دولت ژاپن توی تهران انجام شد هم با بودجه کلانی که داشت نرفتن و بازنگری مجدد اینها براشون انجام نشد. عملاً چه مطالعه وجود نداشت تا مطالعات دکتر نظری و در مورد اشتهارات هم مطالعات نویری و همکاران که اون هم سرپرستی تیمش دکتر حمید نظری بود و نهایتا خروجی اینها این شد که اینها ساحل دریاچه و گسل نیستن. اما یه عده خب معتقدن که اینها به طور توامان میتونن هم گسل باشن هم ساحل دریاچه. دلیل این که من حتی این نظر رو هم رد میکنم برمیگرده به دروس دوره کارشناسی و زمین شناسی ساختمانی که میگه اگر شما یک پدیده ای رو در سطح زمین داشته باشید که کنتاکت اون افقی باشه، با خطوط تراز توپوگرافی موازی باشه، اون عارضه خودش هم باید افقی باشه. ما نمیتونیم بگیم در جنوب تهران گسل‌هایی وجود دارن که مثلا شیب 70 درجه 60 درجه دارند و باز هم افقی ان، یعنی چیزی از نظر اصول زمین شناسی غیر ممکنه. از طرفی توی این منطقه چیزی به نام گسل افقی هم وجود نداره، اونم 3 تا پشت سر هم که جمعاً طول 100 و حدود 80 کیلومتر رو طی میکنن و تو طول خودشون موازی با خطوط تراز توپوگرافی هستن. بنابراین اصول زمین شناسی و نه فقط نظر شخصی یک محقق میاد این قضیه رو کاملا کتمان میکنه و پس ما نمیتونیم در مورد این قضیه بیایم به گسلی بودن اون به قولی ارجاع بدیم. از طرف پروفسور مانوئل بربریان هم تو کتاب که سال 2014 منتشر کردن توی الزویر و هم تو مقاله معروفشون ارثکوئیک بوم با ییتس همکاری داشتن، این رو عنوان کردن که از نظریه خودشون در مورد گسلی بودن این پرتگاه‌ها کناره‌گیری کردن و پذیرفتن که اینها ساحل دریاچه هستش و بنابراین این پرونده میبایست برای همیشه برای مردم روشن بشه و بسته بشه. اما خب مخالفت‌ها وجود داره و طبیعت علم هم همین اختلاف نظر هاست. اگه جنوب تهران گسل وجود نداره همونجور که شما میگید، پس چطور گزارش‌های تاریخی از ویرانی شهر ری داریم؟ یک کمی پیچیده شده. خوبه یک کمی توضیح بدید که چطور ممکنه این اتفاق؟ خواهش می‌کنم. سوال بسیار خوبی هست دکتر. که سوالات که همیشه از بنده پرسیده میشه همینه. ببین ما تو کتب تاریخی گزارشات متعددی از ویرانی منطقه ری داریم. خب شهر راگا یا همون دژ راگا نزدیکترین سازه باستانی به منطقه گسل‌های سگانه جنوب تهران یا همون پرتگاه‌های سگانه جنوب تهرانه. ما وقتی میایم این گسل‌ها رو رد می‌کنیم و میگیم اینا گسل نیستن، ساحل دریاچه‌ان، عملاً باید توضیحی داشته باشیم که چطور ممکنه ری در طول تاریخ ویران شده باشه. خب ما برای پاسخ این سوال حدوداً 1.5 سال وقت گذاشتیم و مقاله‌ای رو تو نشریه هیمالیان ژئولوژی منتشر کردیم. طی اون اعلام کردیم که اگر بخوایم ساحل دریاچه رو مدل بکنیم و سطح آب رو تا تراز 1000 متر که همون شهر ری بالا بیاریم، اون موقع با وضعیتی روبرو است که یک سازه‌های خشت خام و بعضا خشت پخته‌ای وجود داره که بر روی خاکی بنا شده که بسیار سسته. یعنی شما همین الان هم این خاک رو راحت میتونید با دست حفاری بکنید و حتی امروز که سالهای خیلی زیادی از خشکی دریاچه گذشته، سطح ایستابی تو عمق 2 متری، یعنی 2 متر حفاری کنید به آب میرسید. توی چنین شرایطی وقتی گسل‌هایی مثل گسل پیشوای شمال تهران یا موشا حتی زلزله ایجاد میکنن، موج زلزله وقتی به این منطقه میرسه وارد این رسوبات میشه و پدیده‌ای به نام آمپلیفیکیشن رخ میده و دامنه موج به جای اینکه میرا بشه و از بین بره تشدید میشه و شتاب 17 صدم گال به راحتی میتونسته این شهر رو ویران بکنه. بنابراین چنین توضیحی براش وجود داره. از طرفی مطالعاتی که مجیدی نیری و همکارانشون توی گسل پیشوا برای پالئوسیزمولوژیش انجام دادن، یکی از همین زمین لرزه‌هایی که برای ری گزارش شده بود رو توی اون ترانشه رصد کردن و گزارش کردن که زلزله‌ای که گسلی که مسبب این زلزله بوده عملاً توی منطقه گسل سگانه ری قرار نمیگیره و عاملش گسل پیشواست. بنابراین چنین شواهدی وجود داره که میتونه توجیه بکنه دلایل ویرانی ری در طول تاریخ رو و باز هم ارتباطی به این پرتگاه سگانه نداشته باشه. یک مقاله در نشریه بین‌المللی علوم زمین به نام هیمالیان ژئولوژی یا زمین شناسی هیمالیایی از راما حبیب، محسن پورکرمانی، منوچهر قریشی
محمود الماسیان و هادی جراحی منتشر شده که این مقاله میگه رسوبات میتونه اثر زلزله رو تشدید کنه. مهندس جراحی، در این مقاله میگید که اگر ری چندین بار در تاریخ ویران شده، این اثر گسلای دیگه است. درست میگم؟ یه نکته دیگه، بله کاملا درسته. یه نکته دیگه من خاطر نشان میکنم خدمت شما. مقاله 2016 پروفسور بربریان یک مطالعه خیلی عمیقی بود و تعداد 10 عدد از این زمین لرزهای تاریخی رو ایشون عملا ریموو کردن از کاتالوگ زمین لرزهای جنوب تهران، از زمین لرزهای منطقه تهران، و اعلام کردن این زمین لرزها فاقد سند کافی برای زلزله هست. خب اطلاعات این زمین لرزهای تاریخی رو 1985 آمبرسیز و ملویل بر اساس متون تاریخی برداشت کرده بودن و اعلام کرده بودن که زمین لرزه‌هایی توی این منطقه اتفاق افتاده. بعد که پروفسور بربریان این پرتگاه‌ها رو به عنوان گسل معرفی کرد، عملاً موقعیت این زمین لرزه‌ها اومد پیاده شد روی این به قولی پرتگاه‌ها. ما هیچ موقعیتی از رو مرکز این زلزله‌ها نداریم. عملاً تو اون زمانی که این زلزله رخ دادن چیزی به نام زلزله شناس حتی وجود خارجی نداشته. بنابراین این تفسیر زلزله شناس‌ها و زمین شناس‌هاست که چنین زلزله‌هایی میتونن موقعیت اپیسنترشون روی این پرتگاه‌ها بیفته. بهتر بگم ما تفسیر به رأی کرده بودیم در یک بازه‌ای از زمان، ولی امروز که شواهد کامل شده دیگه میتونیم موقعیت رو مرکز این زمین لرزه‌ها رو خارج از محدوده گسل‌های پرتگاه‌های سه‌گانه بدونیم. یک نکته دیگه هم اینه که چرا در منطقه ری دستگاه‌های شتابنگار لرزه‌های کوچک ثبت می‌کنن؟ منشأ این لرزه‌ها کجاست؟ این هم یک سوال خیلی چالش برانگیزه و یک بیشتر دفاع زلزله شناسایی هستن که حالا منتقد یا مخالف این نظریه هستن. ببینید ما وقتی صحبت از خرد لرزه‌ها می‌کنیم نمیتونیم یک موقعیت خاص رو بگیریم بررسی کنیم و سایر مناطق رو رها کنیم. من یک نقشه تهیه کردم برای خرد لرزه‌های نیمه شمالی کشور و خیلی جالبه که ما عملاً هیچ نقطه‌ای در دست کم نیمه شمالی وجود نداره، یعنی از یزد به بالا وجود نداره که خرد لرزه‌ای در اون قرار نگرفته باشه. اگه ملاکمون این باشه که هر خرد لرزه‌ای مستقیما در ارتباط با یک گسل مشخص و فعال باشه که باید کل ایران رو به قول روش خطای قرمز بکشیم و اعلام کنیم همه جای اینجا گسل وجود داره. این یک بحث دوم این که ما تو منطقه ری انفجارات معدنی داریم که به صورت روزانه و در تعداد بالا خصوصا در منطقه کوههای بی بی شهربانو داره انجام میشه. از طرفی حفاری‌های مترو و انفجارات زیرزمینی مترو رو داریم که توی اون منطقه شرق تهران بررسی عمق زلزله‌ها قشنگ نشون میده شبیه یک دودکش تا عمق زمین رفتن این خرد لرزه‌ها، یعنی پالسایی که توی سطح زمین این انفجارات ایجاد کردن باعث شده که به قولی سنگ‌ها حتی تا موقع‌های زیاد تا 15 کیلومتر هم تحت تاثیر قرار بگیرن و شبیه به یک ستون تا عمق پایین رفتن. من با زلزله‌شناسای متعددی از دانشگاه تهران خصوصا مشورت داشتم و نظر اونها هم همین هست که ما نمیتونیم چنین خرد لرزه‌هایی رو الزاما به این پرتگاه‌ها نسبت بدیم و میبایست دنبال دلایل دیگری بگردیم برای این خرد لرزه‌ای. که از پیشنهاداتی که هست اینه که خب ما منطقه تهرانمون مرز ایران مرکزی و البرز و همون گسل شمال تهران گسل تفکیک کننده این دو ایالت لرزه زمین ساختیه. فشار صفحه عربستان هم اینجا باعث میشه که سنگ ها تغییر شکل بدن که این تغییر شکل میتونه به صورت چین خوردگی باشه که تو منطقه اشتهارد خیلی واضح ما داریم اینها رو میبینیم توی سنگ های به قولی اولیگومیوسن قم رخ دادن و بعد از چین خوردگی طبیعتا تحمل سنگ تموم میشه و شروع به گسل های خیلی کوچیک میکنه و این گسل ها خب زمین لرزهای ریزی هم ایجاد میکنه. بنابراین چنین فرضی که ما بیایم این خرد لرزه ها رو ملاک قرار بدیم و بگیم کل این نظریه ابردریاچه باستانی ری میتونه تکذیب بشه به خاطر اینکه ما چند تا خرد لرزه ثبت کردیم توی این منطقه، عملاً چنین چیزی ممکن نیست. مهندس جراحی، آیا در کتب تاریخی از این دریاچه اسمی اومده؟ صد البته. انتظار میره که اگر این دریاچه توی دوران سکونت انسان، حالا چه انسان ماقبل تاریخ چه انسان‌های امروزی وجود داشته باشه، باید اطلاعاتی از اون در متون تاریخی و حتی در زندگی مردم دیده بشه. قدیمی‌ترین کتبی که توی دنیا وجود داره اوستا و بندهش هستن. ما توی این دوتا کتاب از دریایی نام برده میشه که اسم اون فراخکرته یا فراخکرد، حالا هر دو تلفظ رو استفاده میکنن. فراخ به معنی بزرگ و کرد یا کرد یا کرد حتی به تلفظهای مختلف از شمال تا جنوب کشور محدوده زمینی است که توی اون آب آزاد میکنن و کشاورزی میکنن. بنابراین به نام دریاچه بزرگ ازش یاد شده که میگه 1/3 زمین است و
به قولی داستانی شبیه به اون چه که به قولی داستان حضرت نوح در کتب آسمانیه در اوستا هم نقل شده که چندین شبانه روز باران میباره و این دریاچه آبگیری میشه و الهه آناهیتا بانی این بارش باران و پر شدن این دریاچه است. اما جلوتر که میایم واژه‌های خیلی زیادی ازش استفاده میشه، من جمله دریای کاشی یا معروف ترین اسمش که تقریبا کسی نیست توی ایران که اون رو نشنیده باشه به نام دریاچه ساوه. حالا اسمای مختلفی براش وجود داره، حتی حالا برای بندرهای این دریاچه هم واژه‌های مختلفی هست. یکیشو من اسم بردم به نام بارگین، حالا واژه‌های دیگه به نام بارجین، باراجین، برگین، پارچین. تمام اینها معنی بندر میدن و به قولی عملا دارن اشاره میکنن به وجود این دریاچه در ایران. خب خوبه بپرسم که آیا در تحقیقات مردم شناسی چی اثری از این دریاچه وجود داره؟ خوشبختانه چنین اطلاعاتی هم وجود داره، هرچند ثبت چنین اطلاعات بسیار بسیار سخت، هزینه بر و نیاز به معاشرت خیلی قوی با مردم داره، چون فرهنگ ها متفاوته و اغلب توی شهرها شما نمیتونید چنین اطلاعاتی پیدا بکنید با توجه اینکه فرهنگ کاملا دستخوش تغییر شده و باید برید به روستاها، اون هم روستاهای دور افتاده که هنوز سنت نقل داستان‌های قدیمی وجود داره. خب ما مناطق مختلفی رو بررسی کردیم، از کلات ملا در دامغان گرفته تا رشم در جنوب دامغان لبه شمالی کویر مرکزی که یکی از بنادر اصلیه، تا روستاهای اطراف کاشان و روستاهای اطراف هرات ایران که نزدیک یزد و اصفهان قرار داره، تا سیرجان، تا براوات در جنوب بم، همگی از وجود دریاچه صحبت میکنن و مردم رشم که مشهورترینشون هستن وقتی باهاشون گفتگو میکنی، حتی روستای پایین دست هم میگن ما بندر بودیم، ولی اینا اصرار دارن که بندر اصلی ما بودیم و تمام اینها زیر مجموعه ما بودن و اجداد ما کشتیرانی میکردن، بین جندق و تورود در رفت آمد بودن. ما توی محدوده رشم کوهی داریم به نام آتشان که مردم اونجا نقل میکنن برای علامت دادن به جندق در 140 کیلومتری جنوب در روی این کوه آتشی افروخته میکردن که مردم اونجا بتونن ببینن و در جندق هم همین نقل هست که میگن یک هشتی وجود داشته، برج هشت‌ضلعی وجود داشته که اونجا هم آتشی روشن میکردن در مواقع خطر به مردم رشم اطلاع رسانی بکنن. ولی یک نکته جالبی است که الان موقع گفتنش اتفاقا این رو خطاب به خودم اول و جامعه علمی میگم، به نقل از یک چوپان بود در رشم که وقتی باهاش گفتگو می‌کردیم یک صحبت خیلی جالبی کرد و میگفت آیا میدونستی که لبه این دریاچه تا زابل هم میرسیده؟ که من شگفت زده شدم از اطلاعاتی که این چوپان داشت و ازش پرسیدم تو چطوری همچین اطلاعاتی داری؟ جواب تکان دهنده‌ای داد، گفت هر کس در طبیعت جستجو کنه حقیقت رو پیدا میکنه. پیش از این به من گفته بودید هزینه این تحقیقات رو از جیب خودتون پرداخت میکنید، یعنی حامی مالی این کار خود شما هستید که الان جلوی دوربین نشستید. میتونم بپرسم دلیلش چی بوده؟ ببینید جناب دکتر، هر شخصی در زندگیش یک رسالت داره از دید بنده و باید هدف خودش رو پیدا بکنه. من شخصا وقتی وارد این قضیه شدم و متوجه شدم که تمام عمرم توی یکی از روستاهای اطراف خمین روی این دریاچه زندگی می‌کردم و قوت قالب مردم ما و خود من از خاک این دریاچه بوده، یک ارقی نسبت بهش پیدا کردم و شروع به کار کردم. اوایل تصورم این بود که خب رفته رفته با انتشارات مقالات حامی‌های مالی پیدا میشن، دانشگاه‌ها میان وسط، دولت میاد حمایت میکنه، ولی بعد از چند سال متوجه شدم که قرار این قضیه تا به صورت صادقانه بگم مادام العمر ادامه داشته باشه. بنابراین قطع امید کردم، اما خب همیشه آغوش من بازه برای دوستانی که بخوان به ما بپیوندن و همکاری داشته باشن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، چون این تحقیقاتی نیست که به واسطه هزینه شخصی بنده که بالغ بر 70% درآمدم داره هزینه میشه و 17 سال هم هست که ادامه دار بوده. یک تنه نمیشه این قضیه رو ادامه دارش کرد. اخیراً هم یکی از دوستان عزیز ما به نام خانم مهندس نامدار از دانشگاه دامغان به تیم ما ملحق شدن و کمک بسیار بزرگی بودن توی این قضایا، توی ماهایی که حالا
اومدن همکاری داشتن ای کاش تعداد این دوستان بالا بره و ما بتونیم کار رو با سرعت خیلی بیشتری پیش ببریم. خب باید بپرسم این تحقیقات تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه؟ آقای دکتر، تا زمانی که دست کم من زنده هستم و امیدوارم افراد جوانی بیان که بعد از من هم بتونن این مسیر رو ادامه بدن. از مهندس هادی جراحی که در این گفتگو شرکت کردن تشکر میکنم. خواهش میکنم جناب دکتر، بنده از شما متشکرم و ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. من یک نکته آخر رو میگم خدمت دوستان. این میتونم بگم تنها تحقیق اوپن سورس در ایرانه که هر عزیزی بخواد بیاد همکاری داشته باشه. من هر اطلاعاتی که تو این 17 سال جمع آوری کردم، چه اونهایی که منتشر شده و چاپ شده، چه اونهایی که هنوز داره روشون کار میشه، خالصانه در اختیارشون قرار میدم تا اونها هم بتونن چه به صورت مستقل چه به صورت تیم ورک با بنده کار رو پیش ببرن. خیلی ممنون. تا برنامه بعد.